сулҳу ваҳдати тоҷикистони маҳбуб, маҳфили ҷавонони дар хориҷи кишвар таҳсил дошта дар шаҳри Комсомольск клаби амуди Федератсияи Русия ҳар яки шуморо ба муносибати 27-умин солгард аз бунёди қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон самимона табрик менамоям. ما جوانان سرفراز از آن هستیم که صلح و امنیت در تاجیکستان بیش تا سال پایدار است و آن را صمیمانه و صادقانه چون گوهرک چشم محافظت می‌کنیم. تأمین ترتیبات جمعیتی، آرامش و ثبات جامعه و حیات آسایشته ساکنان مملکت وظیفه فرزندان جسور و خودآگاه ملت است. نوجوانان گویندگان این ملت قربان‌آور و این دیار پیشتازهای تلاشبران می‌نماییم که در پیشرفت ارتش ملی سهم خود را گذاشته و خلق و وطن خود سربلندانه و جوانمردانه خدمت نمایند. خدمت در صف ارتش ملی و حفظ دولت و ملت مرز و بوم کشور برای هر یک شهروندی که آن را سربلندانه اجرا نموده است افتخار بزرگ است. ما جوانان با خدمتشان حربی واقعی مطالعه خود افتخار نمودند. در زیبای هر یک آنها فرزندان دلیر و شجاع وطن عزیزمان را می‌بینیم. ارتشی که واسطه سربلندانه قوای مسلح جمهوری ترکستان ژنرال ارتش محترم امامی رحمان تأسیس یافته در زمان مدهش جنگ شهروندی توانست در برقرار نمودن صلح تاجیکان سهمی باسازی گذارد. طبع پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان تاکید میکنم ادای خدمت در صفهای ارتش ملی نه تنها فرض مقدسی فرزندی بلکه مایه افتخار و شرف بزرگ بوده. خدمت حربی به هر یک جوانمرد همچون مکتب جسارت و مقامت، دوستی و رفاقت و خودآگاهی و میهن پرستی میباشد. ما جوانان باید هرگز فراموش نسازیم که فضای آرام و آسوده امروزه تاجیکستان صاحب استقلال بر عوض جان صدها نفر جوانمردان بانام و ناموس ملت به دست آمده است. میزان در سرزمین صاحب استقلال صلح و آرامی همیشه پایدار باشد و ما جوانان تمام سعی کوشش خود را با آن روانه سازیم که صلح و ثبات کامل و وحدت ملی به خاطر آینده کشورمان استوار و جاودان باقی ماند. مباحثانی پیوسته چون مقنع نامبرداران اسماعیل سامانی اوزبکمی پیروان واسع و تیمورملک و کل وطنداران پرشرف و حامیان مرز و بوم سرزمین فرارسی روز ارتش ملی